همه انبیاء الهی آمده اند تا انسان را بسازند، انسان را از دست منیت‌های خود نجات بدهند، انسان را از شر وسوسه‌های درونی خودش خلاص کنند. این شجاعت و این قدرت در ما باید به وجود بیاید که بتوانیم بر وسوسه‌های درونی خودمون، با هوای نفس خودمان، با اون شیطانی که در وجود ماست و اسم اون من است. هر کدام از ما شیطانی داریم در درون خودمون، از وجود خودمون، همون من ما، همون منیت ما، همون خودخواهی ما، همون هوس‌ها و هوسرانی‌های ما را از دست اون شیطان که نجات خواهد داد جز اراده دینی و ایمان قوی و دلی که با تزکیه و اخلاق الهی آشنا شده باشد.